بعد از چند ماه بیکاری مینا اکبری روزنامه‌نگار افغانستانی به شغل پسندیده‌اش خبرنگاری برگشت. او در دو شبکه نوی دیاسپورای افغان‌ها بربود میوزیک و فاز تیوی در پاکستان به کار پرداخت. هر دو شبکه برای افغانستان برنامه‌های موسیقی و تفریحی و خبر پخش می‌کنند. اکبری مثل اکثر روزنامه‌نگاران پس از سر حکومت آمدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 در پاکستان پناه برد. کاری او نه تنها به خاطر تامین روزگار خود و خانواده اش است. سبب دیگر محبت من به کسبم بود. من دلبسته این کسب می باشم. این جوانزن 22 ساله بعد از تصرف حکومت چند ماه در افغانستان ماند، اما به گفته اکبری از آن زمان زنان تماما از نظر جامعه ناپدید شدند. حضور زنان در رسانه ها محدود شده است و این روند ادامه خواهد یافت. زنان از مطبوعات دور کرده می شوند. زنها را در بین مردم عموما نمی بینید. آنها را از سر تا پا پوشانده در خانه هایشان محکم می کنند. در زمان حکمرانی طالبان برای زنان تحصیل، کار در بیرون، سفر به جای دور بدون رهبری خویشاوند مردشان و حتی رفتن به تالارهای ورزشی و باغ‌ها منع شده است. طالبان میگویند همه فرمانهایی که حقوق زنان را تنظیم میکنند مطابق شریعت یا قانونهای اسلامی هستند. ناظران امور میگویند تاثیر محدودیت ها به زنان در رسانه ها چشم رس بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تخمین میزند که بیش از 80% زنان روزنامه نگار پس از تصرف طالبان جای کار خود را از دست دادند و برخی دیگر از کشور فرار کردند. برای مثال شمار زیادی آنها در ایران و پاکستان هستند. به دلیل مشکلات اقتصادی و هم بنابر پیدا نکردن کار در کشورهایی که در حال حاضر میزبان آنها می باشند و وضعیت خیلی سنگین روبرو هستند. به گفته اکبری به مثل اکثر دیگر خبرنگاران در پاکستان او طریق شبکه‌های اجتماعی پیام‌های تهدیدآمیز می‌گیرد. او می‌خواهد به کشور سیوم کوچانیده شود تا آرامانه زندگی کند و کاری دوست داشته‌اش را ادامه بدهد.